امروز براتون ولاگ جدید آوردم با موضوع جدید. من یه چند وقتی بود که خیلی توی اینستاگرام میدیدم که چند تا ورکشاپ های مختلف برگزار میشه. مثلا اولین چیزی که دیدم ورکشاپ ساخت بادی اسپلش بود و خیلی دوست داشتم شرکت کنم، مخصوصا اینکه بنده خیلی آدم درونگرا و خجالتی‌ام، در عین حال خیلی ارتباط گرفتن با آدما رو دوست دارم. به خاطر همینه که خیلی دوست داشتم توی این ورکشاپ شرکت کنم و من از یه چیز دیگه‌ای که خیلی خوشم میاد تجربه کردن. من عاشق تجربه کردن چیزای جدید، مختلف، متنوع کلا عاشق تجربه کردنم و ورکشاپ یه چیز جدیدی بود که من خیلی دوست داشتم تجربه کنم و بالاخره من ورکشاپ گلارایی ثبت نام کردم. دقیقاً میشه 2 روز بعد تولدم. این ویدیو رو که دارم میگیرم دوشنبه است، فردا تولدمه و پنجشنبه ما ساعت 3 تا 5 ورکشاپ داریم و من خیلی براش هیجان زدم، خیلی استرس دارم. یعنی هر بار که بهش فکر میکنم استرس میگم، برای همین این شکلی هم که ولش کن، الان بهش فکر نکن، همون روز استرسشو بگیر. خیلی برام استرس آوره چون من تجربه بودن توی جمعی که هیچ کس رو نشناسم، یعنی یه جمع خیلی زیادی که هیچ کس رو نمیشناسم، تجربه همچین چیزی رو ندارم و امیدوارم که خیلی خوب بگذره و من حس میکنم که بودن توی همچین جمعی، یعنی قبلا هم حالا توی جمعی کوچیک‌تر و یکم آشناتر ولی من باشون خیلی صمیمی نبودم، وقتی رفتم و باشون ارتباط گرفتم خیلی روحیم بهتر شد، خیلی سرحالتر بودم، خیلی اجتماعی تر بودم و خجالتم هم خیلی کمتر بود و من فکر میکنم که همچین ورکشاپ هایی و همچین جمعی برای من خیلی خوبه و خیلی تاثیر میذاره روی اعتماد به نفس و اجتماعی تر شدن هم خیلی تاثیر میذاره. امیدوارم که توی این جمع هم بهم خوش بگذره و اینکه بتونم حالا که تصمیم گرفتم از این دایره امنم بیام بیرون، این اتفاق بیفته و واقعا تاثیرگذار باشه و من فکر میکنم هست. من چون عاشق همچین جمعایی هم قراره ولاگ بگیرم براتون. کلا همچین محیطایی رو خیلی دوست دارم و به نظر من که خیلی تاثیرگذاره. امیدوارم که خوب بگذره و بهتون پیشنهاد میکنم که اگر شما هم مثل منین، اضطراب اجتماعی دارین، اگر اعتماد به نفستون یکم پایینه، یکم خجالتین، درونگرایین، سعی کنین که خودتون رو به چالش بکشین. اگر دوست دارین، اگر با خودتون اوکیین که اوکیین، ولی اگر مثل منین و دوست دارید بیشتر اجتماعی باشید، توی اجتماع بیشتر باشید، اعتماد به نفستون رو بیشتر کنید، حتما خودتون رو به چالش بکشین، از اون دایره امن بیاین بیرون و اون ترس از اجتماع نذارید جلوتون رو بگیره. من بهتون پیشنهاد میکنم که از این چالش‌های کوچک شروع کنید. امیدوارم که ولاگ خوبی بگیرم برای شما و خوشتون بیاد. بریم تا پنجشنبه، میبینمتون. رسیدم ورکشاپ، فعلا منتظرم که شروع بشه، همه بچه‌ها بیان و شروع کنیم.
برگشتم. از الان معذرت میخوام ازتون برای دیدن این صحنه زشت، ولی هر کاری میکنم دیده میشه، نگاش نکنید. من از بولاری برگشتم و خیلی خوش گذشت، واقعا خوش گذشت. کسی که برامون ورکشاپ گذاشته بود خیلی خونگرم بود، ناز بود، خیلی مهربون بود. پرسنل کافه همشون خیلی خوب بودن. اونجا یه آشنا هم دیدم، یکی از فکر کنم بعضیاتون میدونید که من توی تلگرامم فعالیت دارم و با یکی از دوستای گرگانمون توی چنل آشنا شدم و اونجا واسه اولین بار دیدمش و خیلی خیلی خوشحال شدم از دیدنش. وقتی رفتم اونجا نشستم همه داشتن با هم صحبت میکردن و من تنها بودم و اینجوری بودم که متینو باز تو تنهایی، باز تو رفتی یه جا و همه با هم دوستن، همه دارن صحبت میکنن، باز تو تنهایی. و خیلی خوشحال شدم از دیدنش و دیگه کل تایم با هم بودیم، خیلی خوش گذشت. کلی عکس گرفتیم، کلی محتوا گرفتم براتون و این گل رو درستش کردم. به نظرم ناز شد، یعنی با شرایطی که میشد خیلی ناز شد. مثلا من خیلی دوست داشتم گلای بیشتری توش استفاده کنم، ولی خب تعداد محدود بود و دیگه همین رو هم به زور پیدا کردم و به نظرم خیلی ناز شد. ببینید شما، من که میگم خیلی نازه. بهمون گیفت دادن از برند بنیتو، بهمون روغن دادن، 2 تا روغن توش. اولش گفتم که من خیلی استرس داشتم، چجوری ولاگ بگیرم، خجالت میکشم، همه رو کشته بودم، انقدر گفته بودم که من خیلی خجالت میکشم، خیلی سختمه، نمیدونم چجوری ولاگ بگیرم. حتی توی اونجام قرار گرفتم برام پر از استرس بود، اصلا اونجوری که فکر میکردم نشد. خیلی خوش گذشت، در حدی که خیلی دوست دارم که ورکشاپ‌های بعدی هم حتما شرکت کنم و امیدوارم که شرکت کنم. بهتون پیشنهاد میکنم اگر دوست دارید برید و ذره شک دارید که شاید خوش نگذره، شاید خوشم نیاد، به نظرم امتحانش کنید، چون نمیدونم تایمش چقدره، مثلا برای ما 2 ساعت بود. تو این 2 ساعت واقعا به هیچ چیزی فکر نمی‌کنین و ذهنتون آزاده، همش دارین توی لحظه فکر می‌کنین، همش دارین زیبایی می‌بینین، آدمای خندون، شاد و واقعا قشنگه. من مطمئنم روزتون میسازه. پس حتما اگر دوست دارید شرکت کنید. خیلی خیلی خوشحالم از اینکه برگم رو دارین تماشا میکنید. خیلی ممنونم ازتون. سابسکرایب هم میکنید، لایک میکنید، کامنت میذارید و حتی منو میبینید تا آخر. خیلی ممنونم.